دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امشب قراره با هم گردشی داشته باشیم در خیابان‌های عروس گیلان یعنی لاهیجان. امروز یک شنبه 27 آبان ماه و ساعت حدود 10:30 شبه. از اونجا که خیابان‌های لاهیجان همیشه شلوغ و پرتردده، تصمیم گرفتیم ولاگی از رانندگی شبانه در تایمی خلوت‌تر برای شما عزیزان ضبط کنیم. قبلا ولاگ‌های زیادی از رانندگی در شهر لاهیجان رو در کانال قرار دادیم، اما این ولاگ رو به عشق همشهریای گل خودم که دور از وطن هستن و همیشه توی کامنت ها به هم محبت دارن انجام میشه. در این ولاگ ما از ورودی لاهیجان از سمت رشت یا همون باسکی و گراب به سمت مرکز شهر که میدان شهدا نام داره حرکت خواهیم کرد و بعد از عبور از خیابان امام به سمت میدان پاسداران، بولوار امام رضا که خیابان اطراف استخر لاهیجان هم محسوب میشه حرکت خواهیم کرد. بعد به سمت شیشه‌گران، کاشف شرقی، میدان انقلاب، چهار پادشاه و کاشف غربی خواهیم رفت. لاهیجان عروس گیلان نامیده میشه. این اسم به خاطر زیبایی و جاهای دیدنی این شهره. استخر یا همون دریاچه لاهیجان در کنار آبشار شیطان کوه و مجموعه بام سبز اولین جاذبه گردشگری این شهر محسوب میشه. تل کابلی لاهیجان هم در مجموعه بام سبز قرار داره. جالبه بدونید که استخر لاهیجان کاملا طبیعیه و در گذشته برای آبیاری مزارع برنج استفاده می شده. این شهر در 45 کیلومتری مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت و در همسایگی شهرهای لنگرود، آستانه اشرفیه و سیاکل قرار داره. شاید تا به حال نمیدونستید که لاهیجان ساحل دریایی هم داره و در منطقه امیرآباد به دریا متصل میشه. سوغاتی معروف لاهیجان کلوچه، کوکی، چایی، مرکبات و صنایع دستی هستش. از جاهای دیدنی این شهر علاوه بر مواردی که گفتیم میشه به تالاب سوستان، تالاب سوختکو، بازار محلی، محله قدیمی گاونه، موزه چای ایران و همراه مقبره کاشف السلطنه پدر چای ایران، مقبره شیخ زاید و روستاهای زیبای اطراف اون اشاره کرد. اگر شما هم مثل من به دیدن زیبایی‌های استان گیلان علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و به پلیلیست شهر لاهیجان کانال ما که در اون ولاگ‌های زیادی از جاهای دیدنی شهر زیبای لاهیجان هست سری بزنید. در ضمن در کانال آشپزی ما هم آموزش غذاهای گیلانی رو در فضای روستایی برای شما عزیزان قرار میدیم. لینک اون کانال رو هم در قسمت توضیحات ویدیو براتون قرار دادم. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.